صنعت موسیقی خلق تاجیک تاریخ باستانی و رنگین و پرغناوت دارد. لازم به یادآوری است که برای حفظ و مورد توجه خاصه قرار دادن میراث فرهنگی غیرمادی از جانب یونسکو کنونسیا سال 2003 قبول شده است. هدف اساسی آن نگهداشت، احترام، جلب توجه مردم و همکاری بین المللی برای مساعدت در سمت حفظ این میراث بوده. سمت‌های آن مقرر گردیده است. اینها ایجادات دهانیکی خلق، صنعت اجرا کنندگی، عنعنه‌ها و هنرهای مردمی میباشند. در این میان موسیقی مردمی همچون فولکلور موسیقی ایجادات خلق بوده، اساساً در نمود شفاهی از نسل به نسل میآید و موسیقی سنتی تاجیک در خود هم موسیقی اتنوگرافی و هم ژانرهای گوناگون موسیقی کسبی از قبیل شش مقام و فلک را فرا میگیرد که تاریخ خیلی قدیمی دارند. صنعت موسیقی مردمی فلک همچون میراثی عمومی جهانی فرهنگی پذیرفته شد. ما را وادار می‌سازد که ما در راهی منبع نیست رشد بخشیدن به این نمودی صنعت. هر چقدر عمومی گردانیدن آن و برای نسل آینده ساز بخصوص برای نورسان و خوانندگان یعنی که آموزانیدن این نمودی صنعت بیشتر البته کوشش به خرج دهیم و حالا در شهر باستانی خوجند که امروز یک مکتبی موسیقی به نام بای محمد نیازوف، مکتبی صنعتی به نام لایق شیرعلی رقم 1، مکتبی صنعتی رقم 3 به نام نریمان کریموف و مکتبی صنعتی رقم 4 بچگانه فعالیت دارند و علاقه در شعبه های آن بعد از آن که در بالا ذکر نمودم آن همان طبق فرمان جناب عالی برای به همه خوانندگان آموزانیدن هنری فلکسرایی یعنی که نواختنی سازی موسیقی دوتار، دنبره، سازی موسیقی ضربی، تبلک و در هموازی استفاده بردن آنها در وقت سرود سرایی بسیار کارهای نظر است به انجام رسانده شد. رشد و پیشرفت فرهنگ ملی و معرفی نمودن آن به جهانیان یکی از پهلوهای مهم سیاست دولت صاحب استقلال تاجیکستان به شمار می رود. به فهرست میراث فرهنگ غیرمادی بشریت یونسکو قبول گردیدن فلک به صنعتکاران و اهل فرهنگ ولایت سوغد باستانی روح الهامی نو بخشیده. بهر رشد و نمو این نوع صنعت اجدادی زمینه با اعتماد خواهد بود. ما اهلی انسمبل فولکلور اتنوگرافی فلک ولایت سوغد از این رویداد فرهنگی نیروی تازه گرفتیم و برای باز هم تکمیل و پیشرفت این صنعت بی‌بهای مردم تاجیک فلک و معرفی فرهنگی ملی در جهان باز هم خدمت میکنیم. رسما قبول گردیدن فلک به فهرست میراثی غیرمادی یونسکو به کل هموطنان مبارکباد میگویم. این اقدام بزرگ با تشبث بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عملی گردید. ما کوشش میکنیم که به این مؤسسه تمام هنرمندان بهترین شهر ناحیه را به کار دعوت کنیم. باز فرهنگی نیروی تازه گرفته برای مردم تاجیک زبان خدمت نماییم. ما کوشش میکنیم که این انسمبل مؤسسه دولتی انسمبل فولکلور اتنوگرافی فلک ولایت سوغد به تمام جهانیان پیشنهاد کنیم. سال 2008 در ولایت سوغد مؤسسه دولتی انسمبل فولکلور اتنوگرافی فلک ولایت سوغد تأسیس داده شده. صنعتکاران انسمبل مذکور طول 13 سال فعالیت در چاره‌بینی‌های ولایتی جمهوریوی فعالانه شرکت می‌ورزند و جهت رشد صنعت فلکسرایی نازکی‌های این هنر اجدادی را به شاگردان می‌آموزانند.